به نام خرد. نام داستان دیوانه. نویسنده علیرضا دربندی. خوانش سروش. پخش از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. باور بفرمایید که نمیدانم تابستان بود یا زمستان، زیرا من میانه خوبی با فصلهای سال ندارم. اصلا نمیدانم برای چه زنده هستم و نفس میکشم. ماجرا از آنجا شروع شد که یک روز یک دختر جوان مهمان شهر ما شد. اما از بخت خوب دختر در یکی از این پارک‌های الکی سبز شهر ما با عده‌ای از آمرین معروف و ناهیان منکر، یعنی گشت مقدس ارشاد که وظیفه بردن مخلوقات خداوند را به بهشت دارند، کمی کشته می شود. یعنی برای مدتی نفس کشیدن را فراموش می کند. از نظر صاحبان تور مسافرت به جنت، دختر جوان سابقه بیماری داشته است و در یک کلاس توجیه اخلاق از حال می رود. از آنجایی که این صاحبان بهشت و سرنوشت ملت واقف به همه امور هستند و علم غیب ارنی دارند، تا فرستادن همان بیمار بیچاره تا بیمارستان که فقط 2 دقیقه با محل حادثه فاصله داشته است، چون ساعتها به طول می انجامد، به جای بیمارستان سر از سردخانه در می آورد. طبق نظر کارشناسان آژانس مسافرتی بهشت، دلیل حضور دختر در کلاس گامی به سوی جنت نامناسب بودن پوشش و به گفته همان عزیزان ساپورت داخل پرانتز همان شلوار راحتی خودمان به زبان فرنگی پرانتز بسته بوده است، که گویی اگر مسافری که توسط این یاران جان و به زور و توسری و اردنگی به بهشت می روند برده می شوند، از لحاظ لباس و پوشش دارای ناهنجار می باشند، باعث بروز مشکلاتی در بهشت خواهند شد. البته حق هم دارند این صاحبان دنیا و آخرت. در نظر بگیرید اگر بانوی محترمی و یا جناب آقای عزیزی با لباس مثلا بدن نما و یا تنگ و زننده با رنگهای ترغیب کننده وارد بهشت شوند. الله اکبر! میدانید چه رخ میدهد؟ اولان که همان فرشتگان و ملائکی که مسئول و مأمور پذیرایی از این مسافران گرامی میباشند، با دیدن ساپورت مثلا قرمز که از روی آنها پاهای زیبا و رانهای خوشتراش یک بانوی 20 و چند ساله‌ای، فکر میکنید بیکار نشسته و فقط تماشا میکنند؟ یعنی میخواید بگویید که آنها دل ندارند، هوس ندارند؟ مگر در همان کتاب حالا نامش رو فراموش کردم، مگر نخوانده اید که قدرت و میل جماع و نزدیکی نزد این ملائکه مقرب اندازه 100 و بلکه هزاران میل و لذت این دنیای خاکی می باشد؟ پس چگونه میتوان یک دختر زیبای امروزی با چشم و گوش باز از اینترنت و انواع و اقسام کانال‌های دوست بازی و زن و شوهر بازی و دکتر بازی و اینا رو با چنین پوشش ناهنجاری به بهشت برد؟ لااقل این قانون و آرامش بهشت را برهم نزنید. و اما از آنجایی که ما در این سرزمین خاورمیانه که زادگاه و سرزمین پیدایش 124,000 پیامبر و تمام ادیان الهی چشم به این جهان گذران گشوده ایم و هرگز قدر و منزلت این نعمت بزرگ را نمیدانیم و درک نمی کنیم، پس بیایید بالا غیرتاً اجازه دهیم تا این عزیزان زحمتکش و جان برکف گشت مسافران زورکی به بهشت کار خودشان را انجام دهند. آخر وقتی من که به دلیل بیسوادی و عدم آشنایی با بهشت و نعمات آن و به دلیل آن که هرگز
نمیتوانم به آن درجه از درک و شعور برسم که خداوند جهان آفرین چنان منت بزرگی بر سر من حقیر گذاشته است و به جای اینکه مرا در اروپا و آمریکای جهانخوار و کافر و بیدین بیافریند، در خاورمیانه و در این خاک آفریده تا خوب در مقابل چشمانش باشم. زیرا خداوند کاری با آنها اروپا و آمریکا ندارد و اصلاً آنها را به حساب آدم نیاورده و تمام هم و غم خود را معطوف به همین نقطه کرده است و انواع و اقسام نعمات را به ما بخشیده است. مثلا شما از یک اروپایی که حالا لخت و اورو زننده بر روی ماسه های دریای مدیترانه و با آن شیشه های حرام و نجس مشروب با چند زن و دختر مشغول بطالت و علافی و وقت گذرانی می باشد سوال کنید که وقتی می خواهید جهت قضای حاجت وارد مبال شوی اول باید کدام پایت را بگذاری؟ من قول می دهم که مات و مبهوت و خجالت زده فقط نگاهتان خواهد کرد. ولی حالا به لطف آن مرحمت خاص خداوندی از یک دختر یا پسر بچه پیش دبستانی این سرزمین هر گونه سؤال و پرسشی حتی در رابطه با انواع و اقسام درختها، میوه‌ها، چشمه‌ها و پل‌ها و هرچه به ذهنتان میرسد از بهشت و جهنم بپرسید، میبینید که در چشم بر هم زدنی پاسختان را با تمام تفسیرها و متعلقات آن خواهد داد. آری، وقتی پیرمرد 70-80 ساله غربی در برابر یک سؤال ساده مثل خر در گل میماند، این یعنی همان قهر و خشم خداوند با آنها. این یعنی همان فراموش گشتن آنها که حتی خداوند هم دیگر کاری با آنها ندارد. البته حق دارد. حالا چون گفتند صبر خداوند زیاد است و به این زودی ها از کوره در نمی رود، آیا باید انسان سوء استفاده کند؟ حالا وقتی خداوند لبخندی زد باید زود پسرخاله شد و پرید و سوار گردنش شد؟ این همه سال خداوند بیچاره گلو پاره کرد و فریاد زد و انواع و اقسام رسول فرستاد و گفت ای بنده من، بی خیال عرقسگی و شراب انگور و دختربازی و خانومبازی در این کره خاکی باش تا خودم در بهشت بهترین جویهای شراب و زیباترین دختران باکره و خوشگلترین حوریها و غلمانها را در اختیارت می‌گذارم. ولی کو گوش شنوا، و به دلیل همین بی‌توجهی آنهاست که خداوند دیگر بیخیال آنها شده است و همه وقت و انرژی خود را معطوف بندگان صالح و حرف شنوای خاورمیانه کرده است. و حالا ما مردم ناسپاس خاورمیانه از این همه توجه و مهر و عطوفت او، از این همه آیات و نشانه‌های به بهشت رفتن و لذت بردن غافل می باشیم. می بینید چه انسان‌های نابکاری هستیم؟ اصلا من خودم را می گویم. حالا که نزدیک به 50 سال از عمرم گذشته است و اندازه 5 ماه نتوانستم از این همه مهر و توجه و لطف خداوندی به خاک سرزمینم استفاده کرده باشم، وقتی خداوند با انسان‌های برگزیده و خاص خود، با ماشین‌های ون گشت ارشاد، با این همه کتاب و دفتر و علایم و نشانه‌های خود نتوانسته مرا کمی آدم کند و به راه راست بیاورد، نباید فکر کنم که نکند مرا هم مانند آن مردم آن سوی کره خاکی رهایم کرده باشد. حالا خوب است که من کمی ترس دارم و جفتک نمی اندازم. باور بفرمایید که در همین چند روز که آن دختر مهمان بیچاره به دلیل بیماری قبلیش فوت کرده و به نزد خداوند رفته است، هزاران نفر از همین مردم قدر ناشناس روز و شب به خیابانها ریخته و چه حرفهایی که نمیزنند، چه کارهایی که نمی کنند. خداوند بیچاره مهربان چند صد جین مأمور و راهنمای بهشت و حور و غلمان با 1000 زحمت به خط کرده
و به هر چند نفر یک ماشین مسافرت به بهشت، آن هم با این گرانی بنزین داده است. و حالا این جماعت فحش میدهند، ماشین ها را به آتش میکشند. آخر یکی هم نیست که بگوید ای دردتان به جانان آمریکایی و اروپایی غافل، تو نمیخوای زورکی به بهشت بروی، چرا ماشین رو به آتیش میکشی و چپ میکنی؟ شاید یکی دوست داشت با آن ماشین سری هم به بهشت بزند. آخر مگر تو وکیل وصی مردم هستی؟ خب همین کارا را کرده اید که نان شده 10,000 تومان و برنج 200,000 تومان. گوشت که دیگر از یادتان رفته و مرغ پر کشیده از خانه های ما گریخته است. خداوندا، نمیدانم چه ساعت از شبانه روز است، زیرا من در این اتاق که هیچ پنجره ای ندارد اعتراف می کنم که از خدا پنهان نیست و از شما چه پنهان که آن قرص را که دکترها به زور در دهانم گذاشته بودند را تف کردم و نخوردم. آخر من که دیوانه نیستم. خداوندا، دیوانه‌ای به درگاهت آمده تا بگوید که زیاد از دست این جماعت دلخور مباش. خودت آفریده ای و خودت میدانی، ولی همه را به یک چوب مران. این جماعت تا دلشان خوش و شکمشان سیر است تو را فراموش میکنند و لگد به همه چیز میزنند و وقتی که کوچکترین مشکلی پیدا کردند باز خدا خدا میکنند. تا شلوارشان 2 میشود چند تا زن میگیرند و وقتی 2 پیام و خبر میبینند و میخوانند ادعای فضل و دانش میکنند. من حالا آمدم تا بگویم گاهی شتر دیدی ندیدی، مخلوقات خودت هستند، اما گاهی پا در جای پای تو میگذارند و ادعای خدایی میکنند. حالا درست است که خود تو هم چند وقتی است که دیگه مثل گذشته توجهی خاص به این جماعت نداری، که البته حق هم داری، ولی تو دیگر لجبازی نکن. جان من از خر شیطان پیاده شو. میدانی که 1400 سال است که دیگر رسول و پیامبری برای ما نفرستاده ای و معجزه‌ای به کسی نبخشیده ای. حالا خدا پدرتو بیامرزه، هرچند پدر نداری و از کسی هم زاده نشده ای، ولی اگر همین چند هزار امامزاده را هم از ما میگرفتی که دیگه بدبخت شده بودیم. حالا خوب است که اینها هستند و گاهی پارتی بازی میکنند و کاری را راست و ریست میکنند. فکر کن که اگر همین ها هم نبودن خودت خوب میدانی که چه میشد. ناگهان صدای در آهنی با ناله بلند شد. 2 نفر با لباس شخصی برتن وارد اتاق شدند. نفر اول چشمش به کاغذهای پراکنده‌ای بر کف اتاق و زیر تخت بیمار افتاد. خم شد و برگه مقابل پایش را برداشت. به دست نفر دوم داد و آمرانه گفت بخوان. چه نوشته؟ اصلا قرص‌هایش رو خورنده اید؟ نفر دوم منمن کنان گفت قرص‌ها را بله، اما اینجا نوشته نام داستان دیوانه، نویسنده بیمار اتاق 54 تیمارستان دنیا، خوانش خداوند، پخش از کتابخانه اینترنتی جهان بیدر و پیکر. پایان. بهار 403 تهران.